عزیزم خالم گلبس مابس قزبس گوزبس همشون دویدن اومدن خونمون تا اومدن فیلم شربت ها بگیرن. شربت نخورده همه شربت ها رو خوردن. ما تو مسیر داریم میریم بر محمد آل محمد صلوات. جلشون شده اوی خوردنی هاشون هم استادم سرشون بخوره. میخوام که سرطان بخورن. یه تیکه چی دادم ببره انگار مارمولک ها انگار چی گفتن. بنده خدا گفتم ماشین نباید ورودی بدی برای یه ساعت چی خوردن اینجا. او دیگه میگه پیکنیکو سنگین بوده دادی دست من. او میگه آشدوغو داغن دادی دست من دیگه که راننده که هستم. شما باید زحمت چی بردن رو بکشین. کفرت قزبس و گلبس و مابس و چسبس در حال پهن کردن رو فرشی هستن. میان اینجا کباب میزنم. ما هم 2 تا بیض زغال میاریم با فور بکشیم. ای ولو میاشو دوغی درست کردیم سفتم شده ولی همین کمپور کنن ها. یعنی یه بخورن شام نمیخوا بخورن. بکش ماشاءالله ماشاءالله. آشتوغش خوردن داره. یه هم کله قیتازن.